سالگردان در مدینه الناس فصل 2. اینجا نشستم، طبقه سوم، خانه شماره 13، نبش خیابان رمبراند و بنبست زومنهوف. مرغای عطار را در وادی حیرت ول کردم، حیران صدای پرنده هایم. اینجا تا حالا 7 نوع کلاغ دیدم، اما هنوز از آن کلاغ‌هایی ندیدم که مادر میگفت اسکندر از پسشان بر نیامد. آنها که 3 کشک درشت را در یک منقار زدن بر می داشتند و می رفتند. چقدر تعداد پرنده ها زیاد است در اینجا. عجیب است، صدای پرنده هنوز هم از شیشه های دو جداره در می گذرد. تیتیوتی، تیتیوتی، تیتیوتی. هیچگاه ندیدمش. شده است که 3 ساعت، گاهی که چندان خسته نبودم که نتوانم سر پایم بایستم، ساعتها پیش گشتم. تیتیوتی، تیتیوتی. پیش از آن که شهر مصر پلاس از سر واکند خاموش می شود. نه آمدنش پیداست نه رفتنش. مانده است در گوشهای من. تیتیوتی، تیتیوتی. مدت هاست فکر می کنم اگر تیتیوتی من شکل یک کلاغ هم باشد تا این حد دوستش خواهم داشت. نه، کرکس چیزی از غزال کم دارد. همه چیز زیبا نیست. همه چیز می تواند باشد، اما همه چیز زیبا؟ نه، من همگان را زیبا نمی بینم، اما همه زشت‌ها را هم دل‌آزار نمی یابم. من بارها شاخ نبات را دیدم که با لب گشودن حافظ آب شده است. به کجا کشیده شدم؟ داشتم هدهد را به خواستگاری ملکه سبا می بردم. سیر آفاق و هوس کوه قاف فضای باز می طلبد، آسمان کرمان را، خراسان را. چشم هدهد اگر از سنگ بگذرد نمیتواند سد مه اینجا را بشکند. دلیلش هم ساده است. اونجا آب را زیر سنگ جسته است، اینجا باید خاک و سنگ را زیر آب جستجو کند. خیام بیشتر میچسبد. اسم داستان را فراموش کردم. برگ میزنم تا پیدایش کنم. از داستانی به داستان دیگر کشانده میشوم، مثل تمام داستانها و ادبیات داستانی ایرانی. مایه همان چند روایت است که هر بار تکرار میشود و هیچگاه یکسان نمیماند. هر بار روایت غلاف میاندازد و تازه میشود، اما اگر همچون ظاهری از بیرون به اون نگاه کنی یکسانی دل‌آزاری دارد، دل‌آزارتر از مکرر شدن تقاطع صلیبگونه کانال‌های آب این شهرک شمالی هلند پیش نگاه من. چقدر این جهان را دوست دارم، از غنچه تا شکوفه تا پیچ پیچ تا بو پیچ. زمان چون نسیم سحر می‌گذرد، یادم می‌رود پی چه آمده بودم. همینطور که داشتم توی شهر میگشتم گفتم بگردم بلکه یک قوس، یک دایره، یک شکل هندسی گردی، چیزی که زاویه دار نباشد، که قابل انعطاف باشد پیدا کنم. ندیدم. توی این فکرها بودم که به منبع آب قدیم رسیدم. خب خیلی فکرها به سرم زد. محدود بودن دانش البته همواره هم چیز بدی نیست. گاهی قوانین سرسخت دانش را که نشناسی خیالت تا بیکرانه ترین جهان میوزد، بی اون که به منطق سرسخت ریاضی بر بخوری. برای خودت میروی و چه خوش هم میروی. من این خوشی را به بهای با سر فرود آمدن و به زمین خوردنش پذیرفتم. جستجوی یک شکل غیر گوشه‌دار من را به آب رسانده بود که هر چیزی را ناگزیر می‌کند به سرشت او نزدیکتر شود. مظروفی که آب باشد ظرف را ناگزیر می‌کند که به اصل او نزدیکتر شود، به شکل یک قطره. در نتیجه منبع آب ممکن است شکل قطره آب یا حتی گرد هم نداشته باشد، اما ناگزیر است به نوعی از حالت زاویه دار بودن، دست کمش از شکل 3 گوشه و 4 گوشه بودن فاصله بگیرد. اما شکل منبع آب از دور کمی به استوانه یا منشور می‌خورد. نزدیکتر که آمدم دیدم نه، همین هم تلفیقی از سطوح متفاوت 4 گوشه است که ناگزیر به نوعی منشور متمایل شده است. جلوه انعطاف دارد، منعطف نیست.
همینطور که از کنار یکی از کانال‌های آب رد می‌شدم دیدم که کناره کانال رسوب نشسته به بالا آمده است. کانال شکل استوانه‌ای گرفته بود که از طول قطعش داده باشند. پیشتر که آمدم دیدم دارن کانال را لایروبی می‌کنند تا به صورت چهارگوشش درآید. بعد مدتی پی این گشتم که در زبان این مردم هم چرخ، گنبد، گردونه هست یا نه. بعد در خیال این رفتم که ما گردون، چرخ، گنبد نیلی تا شکوفه گل سرخ تا خود گل سرخ تا گردش دوران تا چرخش زمان تا گردیدن تا ذره گرد تا گرد و گردیدن به دور اون مکعب سنگی سیاه و ناگهان حضور انبوه مردمان و این خیالها، همان دعوای آب با مردم اینجا با اون خشک هوای ما نیست. سعی کردم به تفاوت نگاه خودم و نگاه مردم این سامان به جهان نزدیکتر شوم. به خدا رسیدم، به دو گونه خدا. خدای اینها پاک ولشان کرده است، خدای ما چسبیده به ریشمان و ولمان که نمی کند، هیچ امانمان را هم بریده است. خدای اینها میگوید و خدا گفت آدم را به صورت ما موافق و شبیه ما بسازیم تا بر ماهی‌های دریا و پرنده‌های آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند حکومت نمایند. گویی دست کم در آغاز انسان را برای این آفریده است که سوار شدنش بر جهان را تماشا کند. و خدای ما گنجی نهان بودیم، خواستیم خود را آشکار کنیم، پس خلق را آفریدیم. یعنی در همان آغاز انسان برای این آفریده شده است که تماشاگر باشد، خلق برای این آفریده شده است که شاهد خالق باشد. وای به حال مخلوق اگر دمی از یاد خالق غافل شود. در بادیه می رفتم که به ذات العرق رسیدم. 70 مرقع پوش را دیدم جان بداده، گرد اون قوم برآمدم. یکی را رمقی مانده بود هنوز. پرسیدم ای جوان مرد چه حال است؟ گفت بدان که ما قومی بودیم صوفی، قدم به توکل در بادیه نهادیم و عزم کردیم که سخن نگوییم و جز از خدا اندیشه نکنیم. چون به آرامگاه رسیدیم خضر به ما رسید. سلام کردیم و او سلام را جواب داد. شاد شدیم. حالی به جانهای ما ندا کردند که ای کذابان مرا فراموش کردید و به غیر من مشغول گشتید. بروید که من تا جان شما به غارت نبرم و به تیغ غیرت خون شما نریزم با شما صلح نکنم. عطار بیچاره. چنین خدای قهار و تنگ چشمی که اصولا می آفریند تا او را بنده باشند، رزق می دهد تا او را به رزاقی بشناسند، می میراند تا او را به قهاری بشناسند، نمونه زمینی که پیدا می کند انعکاسی از خود او می شود. هر که را خواند نه به علت خواند، هر که را راند نه به علت راند. خلق در تمام هستیش نایمن است که نکند دمی از یاد خالق غافل بماند. خالق چارچشمی مراقب است که نکند خلق دمی از یاد و تماشای او غافل بماند. در نتیجه خدا به خلق در حراسی سنگین و نامتناهی غوطه برند. نه آن یکی آرامش دارد که دمی بیاساید، نه این یکی دمی فرصت دارد که سنگ پیش پایش را بردارد. خلق ناگزیر است مدام در برابر قهاری که هیچ منطقی بر کارش حاکم نیست، که بی دلیل میراند بی دلیل میخواند، موم باشد. این یکی باید دائم سرش بالا باشد که مبادا اون یکی فکر کند که دمی از یادش غافل مانده است و بی دلیل بلایی بر سرش نازل کند. آن یکی باید دائم نگاهش با این باشد که مبادا کسی از او غافل شود و به غیر مشغول گردد. رابطه این دو فرسایش دائم به سرشتی اسلام است تا اون زمان که چنین خدایی دارد و چنین خلقی، تا اون زمان که هر دو چنان فرسوده شوند که برباد روند. خدای ریشه دوانده در جان فرهنگی من هرچه پیرتر می شود پارانویکتر می شود. نیاز به تماشا شدن، نیاز به ستایش شدن را بیشتر احساس می کند. پس به شدت رادیکال می شود تا کی این سرشت آنارشیک در هم توفیده شود. مشکل ما مشکل شاه یا خمینی نیست، مشکل ما مشکل در هم شدن دو جهان است.
در یگانه گشتن دو خداست، خدایی که وام گرفته ایم و خدایی که در چارسوق فرهنگمان نشسته است. نیاز و وابستگی به از خدا رها شدگان بهمان می‌آموزد و بیشتر همراه با تولیداتش بهمان تحمیل می‌کند، تحمیل هم نه، بهمان حقنه می‌کند که زمین زیر پایمان را نگاه کنیم. اما خدای ما از آنجا که جوانترین خدای روی زمین است از دیگران درس گرفته است، فکر زمین را هم کرده است. چشم دلت را سوی خودش می‌خواهد، چشم سرت را سوی نماد سنگی زمینی غیر منعطفش. معلق مانده میان هموار کرد باید گیتی را و گیتیست که پذیرد انواری. اصلا مشکلی نیست که چرا شاه رفت و این یکی بدتر آمد، یا چرا این یکی که بدتر است اگر برود یکی خواهد آمد که بدترین خواهد بود. این تناقض همانقدر سرشتی است که گردیدن و گردش به گرد زوایای تیز و غیر منعطف اون مکعب سنگی سیاه. نوستالژی تقاص‌طلبانه یا تقاص‌طلبی نوستالژی، نامی برای قلندرانه‌های یک پناهنده. ها ها ها، این ساعت خوشم، یک جور خوشی ناخاص با یک تلخی خاص، مثل شراب. آره شراب، خوب که یادم آمد. شرابی را که مدت هاست روی دستم باد کرده است باز می کنم و می نشینم.